بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان بیننده و شنونده. خب، ماه خرداد در تاریخ سیاسی ما ماهی است سرشار از حوادث سیاسی و ماه سیاسی هست اصلا خرداد ماه. حالا این اتفاقات سیاسی از جمله یکیش مثلا خرداد 1342، همین بختکی که امروز بر سرنوشت کشور ایران حاکم هست، رهبرش خمینی که در میدانی که براش باز شده بود از طرف رژیم کودتاچی شاهنشاهی و در این میدان ترکتازی کرد و توانست با اون صحبت‌های 1342 که موجب تبعید او شد. کجا تبعید شد؟ عراق هر آخوند شیعی که میخواست منصبی بالاتر داشته باشه، اینا آرزوشون بود که برن عراق و کربلا و نجف اونجا تحصیل بکنن و رتبه به اصطلاح مذهبیشون بالا بره. خب در این ماه همین اتفاق افتاد متاسفانه و خمینی رهبری انقلابی رو به عهده گرفت که ستادش دانشگاه بود، ستاد آزادیش دانشگاه بود و پیشتازش دانشجو بود که این دانشجو و دانشگاه دو جریان سیاسی انقلابی رو پرورش داده بودن: سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدای خلق، که اینا هیچ کدومشون هیچ تعلقی به تفکر خمینیسم و آخوندیسم نداشتند. و در همین ماه معلم شهید دکتر شریعتی که معلم انقلاب نامیده شد از طرف نسل جوان انقلاب، در عرض کنم که لندن اتفاقی براش میفته که موجب حذف او از صحنه سیاسی ایران و حذف فیزیکیش به طور کلی میشه و به صورت بسیار پرتناقض، پرحاشیه شهید میشه. ما شهدایی از این قبیل رو داریم تو تاریخ سیاسی خودمون و کسانی دیگر و کشورهای دیگر. از این رو خرداد ماه رو یک ماه سیاسی باید در تاریخمون تلقی بکنیم، چون عرض کردم که مشکلات بسیار زیادی مثلا حوادث بسیار مهمی در این ماه اتفاق افتاده و سرنوشت ها رو رقم زده. معلم شهید دکتر شریعتی با توجه به دوران زندان 18 ماهی که داشته که همش هم در انفرادی بوده، یک شرح کوتاهی رو یکی از منابع اطلاعاتی به صورت عمومی در رابطه با این مقطع از زندگی دکتر نوشته. من مناسب دیدم همین رو خدمت دوستان بیننده و شنونده بخونم. میگه که از 1349 تا 1351 در سخنرانی‌های حسینی ارشاد پس از نفی وجود روحانیت در اسلام مورد غضب روحانیت شیعه قرار گرفت و ساواک از ادامه سخنرانی او جلوگیری کرد. شریعتی از آبان 1351
تا تیر ماه 1353 به زندگی مخفی روی آورد. در تیر ماه 53 ساواک پدر علی شریعتی یعنی استاد محمد تقی شریعتی رو و برادر زن او را بازداشت کرد و به زندان اوین برد تا شریعتی خود را معرفی کند. بعد از آن روز شریعتی به مدت 18 ماه به انفرادی رفت و پس از آن آزاد شد، زیرا شاه به دلیل فشارهای بین المللی و به خصوص دخالت وزیر امور خارجه الجزایر، دولت الجزایر که دکتر رو از نزدیک میشناختن، چون با جبهه آزادی بخش الجزایر همکاری داشت و با آنها بوده. از این رو طی این سالیانی که پشت سر گذاشتیم، سالگرد هجرت و شهادت معلم شهید پرتجمع‌ترین مراسمی بوده که در ایران تحت اختناق و سانسور دیکتاتوری آخوندیسم نسل جوان با همت خودشون، با تلاش خودشون اون را برگزار کردن. نسلی که مثلا یکی از واقعا سرداران شهید عزت ابراهیم نژاد بوده که سالگردهای معلم رو در شهرها، در استانهای مختلف ایران با همکاری دانشجویان اون استان بدون اجازه و با توجه به هزینه و غیره با تلاش خود اون دانشجویان این سالگردها رو برگزار میکرد. دکتر شریعتی از زمانی که وارد مبارزه شد به عنوان یکی از حامیان دکتر مصدق در حوزه ملیگرایی و ناسیونالیسم، مشکل اصلی جامعه ایران رو به درستی در متن ایدئولوژی یعنی باور اونها رو تشخیص داد. هیچ کس مثل او متوجه این خطر نبوده. هیچ کس. من ادعا میکنم هیچ کس. برای اینکه این روحانیت رو خوب میشناخته، روی آنها کار کرده و خوب هم تشخیص داده که این روحانیت تنها ربطی که ندارن اسلام و قرآنه. هیچ ربطی نداره. اینا همون ماموران کمپانی هند شرقی هم که حوزه نجف رو از کنم بنیاد گذاشت برای پرورش آخوند در اسلام. چون کمپانی ها خب برای دین موسی با توجه به اینکه کتاب تورات بود بالاخره کنیسه درست کردن، گفتن که مذهب رو، خدا رو باید در یک جای خاصی، آن هم با رهبری یک آدم‌های ویژه خدا رو عبادت کرد. اولین تقلب بزرگ بود دیگه، چون عبادت خدا اجرای فرامین خداست، به خصوص در رابطه با مردم، رسیدگی به مردم، حمایت از حق و حقوق مردم، حرکت و مبارزه برای استقرار حقوق مردم. خب ناس اینا عبادت هایی بوده که در کتاب های به خصوص این سه کتاب تورات و انجیل و قرآن آورده شده و اینا مردم رو به جای اینکه به آموزش این روش ها عادت بدهند و اونها رو یادآوری بکنن، از خودشون فقه در آوردن و دکتر شریعتی متوجه این قضیه شد و با صدای رسا و با تمام توان
در مجموعه آثار مذهب علیه مذهب شماره 22 صریحاً موضع خودش رو در رابطه با روحانیت اعلام کرد. اول باید ببینیم حکومت مذهبی چیست. حکومت مذهبی رژیمی است که در آن به جای رجال سیاسی رجال روحانی مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می‌کنند. و به عبارت دیگر حکومت مذهبی یعنی حکومت روحانیون بر ملت. آثار طبیعی چنین حکومتی یکی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می‌داند و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می‌داند به اعتبار اینکه روحانی است و عالم دین، نه به اعتبار رأی و نظر و تصویب جمهور مردم. بنابراین یک حاکم غیر مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می‌داند بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوز تردید به خود راه نمی‌دهد، بلکه رضای خدا را در آن می‌پندارد. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می‌شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی. خلاصه حکومت مذهبی همان است که در قرون وسطی کشیشان داشتند و ویکتور هوگو آن را به دقت ترسیم کرده است. اما در اسلام چنین بحثی اصولا مطرح نیست. عمال حکومت مذهبی در جامعه اسلامی وجود ندارد. سازمانی به نام روحانیت نیست و کسی روحانی حرفه‌ای نمی شود. در اسلام میان مردم و خدا واسطه نیست. این مرزبندی سرخ معلم شهید در زمان و زمینی که بخشی از همین آخوندها به مجاهدین حتی به فدایان کمک مالی میکردن، برای اینکه در مثلا در مبارزه نسل جوان حضور داشته باشن، این کارو میکردن در این حد. از این رو معلم با توجه به این تجربه، با توجه به این درسی که واقعا از نزدیک با این جماعت این درس رو، این آموزه رو به درستی درک کرده بود، نهضت روشنفکری مسلمان رو موظف میدونست به این که ما باید قبل از دست زدن به یک انقلاب سیاسی یک انقلاب فرهنگی ایدئولوژیک موفق رو پشت سر بگذاریم تا آگاهی دینی مردم از جعلیات و خرافات یک جریانی به نام روحانیت، رساله نویس، خمسگیر، زکاتگیر خلاص میشه و این رو اصل میدونست. به همین خاطر با جریان جنگ مسلحانه تقریبا البته ازشون حمایت میکرد، ولی میگفت که نه، ما یک کاری رو که انجام ندادیم بعداً این مسئله برامون مشکل درست میکنه. حالا بعد از ایشون ما شاهد اون مشکل شدیم دیگه. دیدیم که خمینی با 4 تا حرف همه با هم، خیلی پوپولیستی، خیلی عوام فریبانه، آمد و رهبر یک انقلابی شد که دانشگاه ستادش بود، معلم شهیدش دکتر شریعتی بود، تازه اسلام منهای آخوند و فدایی شهیدش و مجاهد شهیدش هیچ گونه نسبتی به تفکر خمینی و آخوندیسم نداشتن،
بلکه کاملا در تضاد با اون بودن. ولی این در این وانفسایی که شاه با اون کودتای 28 مرداد ایجاد کرده بود بالاخره شد رهبر بلا منازع انقلاب 57. خب استعمار و ارتجاع همیشه با هم دیگه همکار بودن. بعضی وقتا هم یه جنگ زرگری با هم دیگه داشتن، ولی اون نباید کسی رو فریب بده. اختلافی که مثلا برفرض آمریکا مثلا با روحانیت داشت یا داره، یا مثلا کشورهای دیگر، این اختلاف از موضع آزادی خواهی و از موضع عدالت طلبی که نیست. خمینی مخالفتش با غرب بر سر چی بوده؟ بر سر چی هست؟ الان خامنه ای چه مثلا مشکلی رو داره با غرب، با آمریکا و غیره؟ مشکلش خیلی مشکل سوری و یک مشکل به اصطلاح به دام انداختن مردم در این عرصه است. صحبت هایی که در رابطه با آمریکا میکنن، در رابطه با غرب میکنن، همه از این موضع، از موضع ارتجاعی و از موضع ضد مدرنیسم و کاملا ارتجاعی، ولی یک نوع پوپولیسم، یک نوع مردمگرایی و مردم ستایی که فقط فریبه و غیر از این ما تا حالا چیز دیگری شاهد نبودیم. از این رو در گرامی داشت یاد معلم شهید و تداوم راه او، ما الان در موقعیتی هستیم که نسل جوان سبز در داخل ایران سنگر اصلی رو داره و تمام جریان‌های به خصوص مسلمان که تاکنون در مقابل این رژیم به هر قیمتی مقاومت کردن، به هر قیمتی و قیمت‌های بالایی هم پرداختن. امروز رسیدیم در آستانه این سالگرد معلم شهید در حوزه‌ای قرار داریم که اگر دوباره دچار یک غفلتی و یک تئوری بافته شده و ساخته شده ارتجاع و استعمار دوباره بیاییم و این فریب رو به عنوان یک حسن نیت، به عنوان یک راه حل بپذیریم، تمام خونهایی که داده شده، تمام کارهایی که انجام شده برای اینکه ما این فریب رو نخوریم، اونا همه واقعا زیر علامت سوال میره. و اون چی هست؟ به نظر من اون همین بختک گوساله سامری جدای دین از سیاست یا دولت هست. اقلیت با کدوم معیار، با کدوم میزان، چون خودشون بیدین هستن یا ضد دین هستن، با کدوم اصل حقوق بشری اینها مدعی هستن که دین نباید وارد سیاست بشود، طرح جدایی دین از دولت یا سیاست. سیاست به اصطلاح تعریف شدهش دولت دیگه، دولت و حکومت. اینا دو عامل سیاسی هستن که در جهان همه میدونن. یعنی دیندارها بر اساس دینشون فقط میتوانن شهید بدن، مبارزه بکنن، کشته بشن، ولی این دینشون موقعی که وارد حوزه مدیریت سیاسی بشیم اونجا دین اینها ممنوعه. این
متاسفانه الان این شتره رفته در بعضی از جریانهای دیندار قوی، اونجا هم خوابیده که آقا روحانیت نماینده دین بوده و اینا اومدن حکومت استبدادی برقرار کردن و این همه جنایت کردن که کردن، واقعا درست هم هست. پس بنابراین مسجدی که همون اول ساختیم برای همین قضیه، این مسجد برای چی ساختن؟ الان ما متوجه میشیم که مسجد رو برای چی ساختن. از روی حرف بیدین ها و ضد دین ها ما کاملا این قضیه رو میفهمیم. آقا دین تو بردار، برو تو مسجد، وارد حوزه سیاست و دولت نکن. آقا دین شما خصوصیه، ولی ضد دینی ما یک چیز سیاسیه. زورگویی، یک زورگویی جاهلانه میدانی. و دکتر شریعتی زیر بار هم این زورگویی ها و این توری های سرشار از فریب حقه بازی نرفت و اینا رو نقد کرده. در 35 جلد اثر اینها رو پیشا پیش نقد کرده. میگه اینا دینی رو میخوان، خطاب به همین هاست در یک از مجموعه آثاراش. من اگر لازم باشه، چون سخن طولانی میشه، میاره میخونم. در اون بحثی که داره خیلی روشن میگه آقا اینا دینی رو میخوان که بیازار بین مسجد و قبرستان. اینا همچی دینی رو میخوان، چه آخونداش چه ضد آخوندهای غیر دینی یا ضد دین. آقا 1400 سال پیش برای من مسلمان که قرآن حاکم بر زمان و مکانه، مثل گفته بشر نیست که در چارچوب یک زمان و مکان بخوایم اون رو تفسیر و تعبیر کنیم. مصادیق زمانی مکانیش هست، ولی خود قرآن، آیات قرآن چون وحیه، مثل خود خداوند که این گفته مالونه، مطلقه، نسبی نیست. یعنی چی؟ یعنی برای هر زمان و مکان هست. هدایت خداوند که برای زمان مشخص نیست، هدایت از جانب اون باشه. از این رو من ضمن گرامی داشته یاد معلم شهید و تمام شهدای راه آزادی که تا این مقطع توسط رژیم جنایتکار ولایت مطلقه آخوندیسم به شهادت رسیدند و در قبرستان‌های گمنام آرویدند بدون یک سنگ قبر. ضمن گرامی داشتن یاد همه اون بزرگان و عزیزان در این مقطع از زمان، در گرامی داشته معلم شهید و راهکارهای او، به خصوص همین داستان آخوندیسم و مصادره کردن دین به حساب آخوندیسم. اینا مسائل خیلی کمی نیست، کتاب ها و داستان ها میشه نوشت. امیدوارم که هرچه زودتر ما با یک حمایت جهانی از شر پاسداران آدمخوار و روحانیت نفتخوار خلاص بشویم. در یک جامعه آزاد بدون شک نسل‌های آینده خدمتگزاران فرهنگی ایدئولوژیک
و سیاسی خودشون رو به درستی قدری میشناسند و حتما یاد اونها رو گرامی خواهند داشت و راه اونها رو ادامه خواهند داد و یکی از اون شخصیت ها معلم شهید دکتر شریعتی است. درود و سلام بر همه شهدای راه آزادی و بر معلم شهیدمون دکتر علی شریعتی. امیدوارم که این صحبت در این مقطع توانسته باشه بخشی از مسائلی رو که امروز بر اساس راهکارهای معلم شهید ما باید به اون توجه داشته باشیم رو برای دوستان بیننده و شنونده رسانده باشیم. ممنون از حوصله همه و خسته نباشید.